سلام دوستان، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون، یعنی کانال کامیار ریاکشن. من امروز خیلی خسته بودم اما باز گفتم میام ریاکشن بگیرم و اینکه ساعت 2 دارم ریاکشن میرم. یک بیدار شدم، همیشه اینجوری نیستم اما امروز یکم دیر بیدار شدم، برای همین 4 ساعت ترک R313 کوروش وانتونز فیت راودی میگذره و ما داریم میریم ریاکشن بریم دیگه. اطلاعات ترک هم بهتون گفتم، اسم ترک هم R313 و یه سری توضیحات بدم. ببخشید صدام گرفته، نمیدونم سرما خوردم یا چی. و اینکه گفته بودن پر انرژی باش بچه‌ها تو کامنت ها و این بعد سعی میکنم تو حرکاتم و صحبتام پر انرژی تر باشم. اوکی، 4 ساعت از ترک میگذره. فیت راودی کوروش وانتونز دیگه R313 و نکته جالبش هم اینه ترک 3 دقیقه و 13 ثانیه است و اگه اون دو نقطه بین دقیقه و ثانیه رو برداریم اونم میشه 313 و یعنی فکر اینجاش هم کردن. اوکی برو بریم. خب کاورش اومد. کاورش یه در قرمز، پلاکش هم فکر کنم اگه اشتباه نکنم نوشته 3B و اینکه میبره منو تو همون تم و حسوال آلبوم قبلی خود کوروش هوملون فکر کنم. اوکیه. بیتش هم فکر نکنم بخواد روی این بیت بیاد گنگ بخونه، همون احساسی و دیسلاو و لاف سانگ و اینجور چیزا میخواد بخونه احتمالا. برو بریم. بکشیر کسی صدا تو نمیشنوه، دل سیر نمیشه دنبال بیشتره، همیشه هرچی هم باشه بازی چیش کمه، مثل الکل میگذره میپره. این همونیه که بهتون گفتم، اما ترک های لاف سانگشه که خیلی هم تو ایران رو اینجور ترک های کوروش بعد اینکه میاد قفلی میزنن شدید. باشه بازی چیش کمه، مثل الکل میگذره میپره. اتاق تاریک و من چش روشنش، به هم قول بده نری بشی گمتش، توی رد روم بدنش توی مشتمه، بینمون فاصله بود کشتمش. دوره میله میپیچی تا دور خودت، دنبال چی تا نمیدونن که دست منه کدت، امشب کردم سر تو بهت سنگین تر رولت تو. میگه اینجا جالب بود، میگفتش که دنبال چی تن نمیدونن که دست من کدت، امشب کردم سر تو بهت سنگین تر رولت. بعد ادامهش چی بود؟ تو این بازی نمیبازم به کسی من به جز خودت. جالب بود. امشب کردم سر تو بهت یعنی سر تو امشب شرط بستم سنگین تر رولت. خب رولت هم یه بازی اگه اشتباه نکنم منظورش یه بازیه تو شرط بندی که خیلی از بیت بازا کسایی که شرط میاندن بینشون محبوبه، باید حالا یا رنگ یه عدد و یا عدد رو انتخاب کنی، بعد حالا میچرخه یا میبری یا میبازی. بعد میگه توی این بازی شرط بندیه نمیبازم به کسی جز خودت. خب جالب بود واقعا. میدونن که دست منه کدت، امشب کردم سر تو بهت رایماش هم خیلی خفن. تو این بازی نمیبازم به کسی من به جز خودت. دوتا کسخول توی رد روم روی کوک شدیم حیوون، قلوب هی گری گوس میره تون تون شدش کیروز. اوش گیره فست شدی مکزیک شدم رد اتن سکسی. وایسا چی؟ گری گوس میره تون تون شدش کیروز. لب مرزم فاز مکزیک شدم رد اتن پشمام. میگه لب مرزم فاز مکزیک. لحظه، لب مرزم فاز مکزیک، ولی خب مرز مکزیکو نمیگه، خب میگه از تنت رد شدم. تون تون شدش کیروز. لب مرزم فاز مکزیک شدم رد اتن سکسی. من وردم تو تلسمی اون رد روم نداشت اگزیت، میاد چشمات جلو چشمم مثل ورسام تو رو حفظم، میدی لفتش درات هرسم، لبام تشنه لبات چشمت. پشمام چه رایمایی. فکر کردی خیلی رایماش قویه. بعد اونجا هم گفتش من وردم تو تلسمی. کلن میخواستم اینو بهتون بگم، تکسای کوروش توی اینجور ترک ها خیلی قویه. میگم کلا برای همین رو اینجور ترک ها هر چند وقت یه بار میاد مانوف میده. حالا آخر ورسش یه سری توضیحات راجع همین بهتون میدم. رد روم نداشت اگزیت، میاد چشمات جلو چشمم مثل ورسام تو رو حفظم، میدی لفتش درات هرسم، لبام تشنه لبات چشمت. رو بود برام دستت، فکر کردی که بردی، باختم من قصبت، جرزن رکب خوردی. اوکی، یه چیزی که میخواستم بهتون بگم این بود که کوروش وانتونز اصولا تو اینجور ترک ها که میدونید وقتی اینجور ترک هاشو میده، لاپ سانگاش دیسلاواشو میده، میاد بیرون خیلی ها روش قفلی میزنن تا چند وقت گوش داده میشه. یکی دیگه که تو ایران خیلی تو اینجور سبکا قویه، ددانه، گروه ددان که بوش میاد که مجوز گرفتن. من خودم خیلی فنشون بودم واقعا، خیلی کارشون قوی بود. از 7 سال پیش من گوششون میدادم ددانو که بوش میاد مجوز گرفتن. حالا اینا رو بگذاریم.
با کوروش وانتونز هم یه ترک دادن ساقی و اون ترک نمیدونم یادتونه یا نه، وقتی اومد تا حتی 2 سال بعد هر جا میرفتی گوش داده میشد. و اینکه میگم کلا کوروش تو اینجور ترک ها تکساش، رایماش، فلوش قویه، کلا میتونه روش مانور بده. خب و الان هم دیدیم چقدر تکسش قوی بود. حالا فقط کورس کارو نمیدونم، فکر کنم الان یه کورس بیاد بعدش بریم سراغ تکس راودی که ببینیم اون چطوریه. خیلی مشتاقم ببینم چون نمیشناسمش. رودیه کیه، بریم ببینیم چجوریه، تکسش قویه، به قویه کوروش هست یا نه. بیتش هم واقعا خفنه. کورسش خود کوروشه. نمیشه دنبال بیشتر، همیشه هرچی هم باشه باز یه چیش کمه، مثل الکل میگذره میپره. اتاق تاریک و من چش روشنش، به هم قول بده نری بشی گمتش، توی ردروم بدنش توی مشتم، بینمون فاصله بود کشتنش. من احساس میکنم یکم کورسش طولانی بود یا نه عادیه، نمیدونم. بعد اینکه کورس واقعا خوب در آورده بود دیگه، کورس واقعا خفن. بدنش توی مشتم، بینمون فاصله بود کشتنش. فرقیم توی لحظه، ورس راودی بدنمون لمسه، در رفته دستت شده چند ست، نبود دستت نگو بسته یه او زندان شد اون ردروم، گیرم انداختی تو سلول، میزد چشمات منو ای گول، دنیام تموم میشه تو بغل تو، نبودی بر من نبودم بر تو، چرا میپوشونی کبودیه رو گردن تو، میره یه روز از سرشو میفته زود از سر تو. پشما، میره یه روز از سرشو میفته زود از سر تو. اوکی، تکس راودی هم واقعا قوی بود اما خیلی ورسش کوتاه بود. اگه اینجا ورسش تمام میشه، چون نمیدونم اینجا ورسش تمام میشه یعنی شاید الان دوباره ادامه داره، اما ورسش واقعا کوتاه بود اگه همینیه که هستش، نمیدونم. چون ورس نسبت به ورس کوروش خیلی ورس کوروش طولانی تر بود دیگه. یه روز از سرشو میفته زود از سر تو. اینجا هم یه سری چیزای مبهمی داره میگه، حالا چون ما داریم تکسشو میبینیم میفهمیم دیگه که چیه، وگرنه اگه تکسش نبود نمیفهمیم چون خیلی مبهمه دیگه. تا آخر ترک واقعا میخواد همینو بره. تمام شد. چون به نظر من یکم کوتاه میاد ترک، نمیدونم چرا. به نظر شما کوتاه میاد ترک، نمیدونم، به نظر من خیلی کوتاه اومد، نمیدونم چرا. چون اولش یکم بیت داشت، آخرش هم که هم یکم بیتش طولانی بود، هم یکم چیزای مبهم میگفت، اونجوری نمیتونیم بگیم ورس حسابش کنیم. و آره 2 تا ورس داشت، یه کورس داشت دیگه. آره ولی ورس مثلا دومی خیلی کوتاه بود، ورس راودی خیلی کوتاه بود. از نظر من یکم کوتاه اومد ترک، میتونست بلندتر باشه. نمیتونیم از هیچ ترک ایراد بگیریم خب، چون همه چیز خفن بود. اگه بخوام یه چیز فقط ایراد بگیرم، کوتاه بودن ورس دوم ورس راودی بود اگه بخوام ایراد بگیرم، که اونم اونقدر به چش نمیاد. حالا باید ببینیم این هم قفلی مردم میشه یا نه، باید ببینیم دیگه فردا میریم تو خیابون این پخش میشه یا نه. ولی نسبت مثلا به ترک لاو سانگ و دیستاو قبلیش مثل ساقی، چون من ساقی رو مثلا ملاک دارم قرار میدم دیگه، اونم با ددان خونده بود، اونم فیت بود، نسبت به اون قوی نبود. خب در کل نسبت به خودش واقعا قوی بود، نسبت به اون قوی نبود. اون یه چیز معرکه‌ای بود. اون ساقی حتما اگه گوش ندید نصف عمرتون بر فناس برید گوش بدید ساقیو. مرسی که این ویدیو رو دیدید، تا ویدیو بعدی، فعلا.